اومد. میخوایم بریم آلمان. بهدونه. الان میریم. میخوایم بریم ویسبادن. این زیرنویسه رو بزن خواهش میکنم علیرضا. با برنامه ما باشین به همه جای دنیا سفر میکنید. در آلمان یک کنسرت بسیار بسیار باشکوه قرار هست برگزار بشه. بله، خوانندگان محبوب شما در ویسبادن در راین هاله، همون جایی که ما رفتیم و برنامه گنج قارون رو داشتیم، این بار کنسرت نوروزی خواهد بود با حسن شماعی زاده، با هنگامه، با هلن و سرانجام با مهرداد آسپانی. در این برنامه میزبانان مدیران سازمان جشن ایرانی هستند. نسیم عزیز و امید عزیز که با ارکستر اختصاصی خودش در اونجا برنامه زیبایی رو هم اجرا خواهد کرد. شاید هم جاشون خالیه، اصلا اینجا بودن انگار دیگه شده بودن جزئی از ما. خیلی دلم تنگ شده. بله بسیار عالی. بریم یه آهنگ خوشگل مهرداد آسمانی رو با هم ببینیم. مهرداد که صدای فوق‌العاده زیبایی داره و آهنگاش هم یک به یک زیبا و شنیدنی هست. مثلا این آلبوم آخرش که واقعا فوق‌العاده است. بی‌نظیره. نگاه کنید. تو با لبخنده‌ای دنیا رو دنیا می زندگی رو پایتخت عشق و رویا می کنی. تو خود معجزه‌ای که با صدا کردن من پنجره هامو به فستیوال گل وا می کنی. توی ریخت و آش این خاموشی ناکوک من، تو صدات موسیقی لحظه رو زیبا کردنه. روی هیپنوتیزم این عقربه رو به عقب، اسم تو مسیر آینده رو پیدا کردنه. تو حضورت حادثه است وقتی از عشق بگی، سفر یک طرف است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پلکای منه، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدنه. بارون توی بولوار نئون، طرح نورانی رفت و اومده که نفس پشت نفس راه منو سمت رفتار تن تو پل زده. اونقدر عاشق ترم که حسمو میتونم واژه به واژه بشنفم، جانب عطر تو رو بگیرم و تو ترافیک شبونه بشکفم. تا کبوتر میکنم اسم تو رو، طعم آغوش تو میگیره صدام. از تو با یه بوسه میمیرم و باز از تو با یه بوسه به دنیا میام. تو حضورت حادثه است وقتی از عشق بگی، سفر یک طرف است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پلکای منه، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدنه. تو حضورت حادثه است اگه از عشق بگی، سفر یک طرف است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پلکای منه، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدنه. تو حضورت
احساس وقتی از عشق بگی سفر یک طرف است رو به جاودانگی. من رو خط نمیدونستم. خب ایشالله که خوب باشین شما تا اینجای برنامه لذت برده باشین. اصلا من نمیدونستم روی ایر هستم، اگه خیلی وقته واقعا پوزش میتربم. داشتم آهنگ جدید مهرداد آسمانی رو پیدا میکردم روی یوتیوب که خودم چند وقت پیش دیدم. آهنگ فوق‌العاده قشنگیه، خیلی آهنگ پر احساس، آهنگش فوق‌العاده است، ولی پیدا کردم ولی اونطوری که باید. حالا علیرضا عزیز در اتاق فرمان ببین اسم آهنگش تمام ما هستش که فوق‌العاده قشنگه، یعنی دلم خوش شما هم گوش بدین. هم مهرداد آسمانی آهنگ جدیدشون. داشتم همینو پیدا میکردم که نمیدونستم روی ایر هستم. خلاصه آهنگای مهرداد همیشه آهنگایی که خیلی خودش چون وسواس دارن روی آهنگاشو، انرژی خیلی زیادی میذارن و همیشه بهترین ها رو درست میکنن. ویدیوهاشون خیلی قشنگه، مخصوصا این تمام ما خیلی ویدیوی قشنگیه واقعا. انصافا هم آهنگ هم صدا هم ویدیو همه چی دست به دست داده، فوق العاده هستش. نمیدونم اگه آماده است بریم با هم ببینیم. نگو رخ دادن رؤیای ما مشغول تأخیره، تمام ما همین لحظه است. نگو زوده نگو دیره، تو که رنگین کمون پنهان پشت خواب لبخندت، چه زیبا میشه ما رو رد کنی از خطای قرمز، چه زیبا میشه تا پایانه بلوار بین ما. به یه بوسه نگی شاید، به یه رؤیا نگی هرگز. تمام ما همین لحظه است. نگو زوده نگو دیره. به من ثابت کنی هر لحظه با تو، جهان من گل سرخی به همراه یه لبخنده. از این دنج غم انگیز گذشته های برگشته، تو میتونی معرفی کنی ما رو به آینده. تمام ما همین لحظه است. نگو زوده نگو دیره. تو میتونی خیابونای خیس رد کنی از شب، خبرها رو بخونی از صدای پای شبگردا. تو میتونی تپش‌های ترانه‌های ممنوع رو این سکوت مصنوعی بپاشی تا خود فردا. کمی مهتاب رو پاییز، کمی شعله تو شومینه، تو گیسو تو پریشون کن که دوربین ما رو میبینه. تمام ما همین لحظه است. نگو زوده نگو